به نام خدا و سلام خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همچنان در حال رشد و پیشرفت باشید. خب رسیدیم به تحلیل یک دیگه از تست های عربی کنکور، تست تحلیل صرفی. خب شما توی عربی کنکور 2 تا 3 تست شما مربوط به مبحث تحلیل صرفی هست. یک از مباحث مهم در عربی به شما فعل رو میدن و با توجه به اون چیزی که صورت سوال از شما خواسته، عین صحیح یا عین خطا، فی اعراب و تحلیل صرفی، از شما میخواد که اون جواب صحیح رو از بین گزینه ها تشخیص بدید و بتونید گزینه رو به جواب برسونید. خب اینجا فعل یتعرض رو آورده و از شما خواسته که تحلیل صرفیش گفته عین صحیح فی الاعراب و تحلیل صرفی یتعرض. گزینه یک گفته فعل مضارع است. خب بله، یتعرض یه فعل مضارع است. للغائب بله، ماضیش تعرض و مصدرش هم تعریض که کاملا غلطه. ماضی اون تعرضه نه تعرض و مصدرش هم تعریض نیست، تعرضه. بله، از فعل یفعل و این کاملا اشتباه آورده و از باب تفعیل هم نیست. پس گزینه یک همینجا خط میخوره. گزینه دو گفته مضارع است. بله مضارع هست. للغائب بله، للغائب حروف اصلیش هم 3 تا هستن. بله، و مصدرش هم تعرض، کاملا درست. فعل مع افعال جمله فعلی که توی متن آورده. بله. خب گزینه 2 تا اینجا مشکل نداشت. گزینه 3 گفته مضارع است. بله درسته. حروف اصلیش عرضه. بله درسته. و حروف زائدش چی گفته؟ حروف زائدش گفته یه و ت. حروف زائد در این باب ت و همزگی که نشانه اضافه شدن حرفی است در واقع اونه. یعنی حروف زائدی که در واقع در این باب تعرضه هست همون ت هست و همزش. معمولا میگن که مثلا حرف ت اضافی است، یه جزء حروف اصلی یا زائد این فعل نیست، یعنی نمیگن که یه و ت حروف زائد. پس گزینه 3 هم خط میخوره. حروف زائد فقط در واقع ت و اون همزش هست و یه نیست. و مصدر من وزن تفعل، فعل تفعل، از وزن تفعل است، نه از وزن تفعیل. خب اینو که درست بود، ولی گزینه 2 به خاطر اون بخش وسطش حذف میشه. گزینه 3 به خاطر اون بخش وسطش حذف میشه. گزینه 4 گفته فعل مضارع است. یه نکته‌ای که توی فعل‌های تحلیل صرفی و تو تست های تحلیل صرفی من میخوام بهش اشاره کنم اینه که هر جا شما دیدید که داخل گزینه نوشته للمخاطب، اون گزینه رو کاملا خط بزنید. الان من اینجا نوشته للمخاطب، کاملا این گزینه رو خط میزنم. دلیلش رو در آینده به شما خواهم گفت، اما بدونید که در تست های تحلیل صرفی اگر در یک گزینه شما کلمه للمخاطب رو دیدید که بگه این فعل مخاطبه، کامل اون گزینه رو خط بزنید و اون رو اصلا جواب ندونید. گزینه 4 به خاطر للمخاطب است شد. گزینه 1 به خاطر اینکه مصدرش رو تعریض آورده که کاملا اشتباهه، مصدرش تعریض از فعل یا فاعل که کاملا اشتباهه. گزینه 2 گفته بود چیزی نگفتیم در مورد گزینه 2. گزینه 3 گفته بود حروف اضافهش ی و ت هست که ی غلطه، اما ت به علاوه اون همزه هست که خط میخوره و جواب ما این تست میشه گزینه 2. تو گزینه 2 مضارع است. بله، فعل یتعرض مضارع است. للغائب بله، مخاطب باشه خط میزدیم. حروف اصلی 3 تا هستن. بله، مصدرش تعرض درسته. فعل مع افعال با جمله فعلی. اینم از تحلیل این تست تحلیل صرفی. امیدوارم که خیلی مفید بوده باشه براتون. بعضی از میپرسن چقدر سریع تحلیل میکنید؟ میگم نه، واقعا چیزی نداره. این که شما یک دیدگاهی داشته باشید که چشتون تیز باشه و به گزینه ها یک نگاه جامع و درستی داشته باشید، این خیلی مهمه. دلیلی که من اینجا اینا رو خط میکشم اینه که شما تصویر ذهنی که از تست داشته باشید. بهتره این تست کنکور هست، انسانی اختصاصی خارج 1400 تست مهمی بوده و شاید بتونم با تحلیل این تست اندکی به شما کمک کنم. توضیح دیگه که میخوام بدم توی مبحث تحلیل صرفی، شما باید به چند نکته توجه کنید. یک، همون عاملی که گفتم، اون جایی که نوشته للمخاطب رو کامل اون گزینه رو خط بزنید. اگر داخل یک گزینه بود که اون گزینه خط بخوره، اگر داخل 2 تا گزینه بود چه بهتر، 2 تا گزینه شما در جا میره. 2، به مصدر فعل ها توجه ویژه‌ای توی مبحث تحلیل صرفی بکنید
حروف فعل‌های ثلاثی مزید و مجرد همیشه توی در واقع تحلیل صرفی جزء گزینه‌ها سواله، یعنی شما با تسلط کاملی به ثلاثی مزید و ثلاثی مجرد داشته باشید. مبحث فعل و فاعل توی تحلیل صرفی خیلی مهمه و همه اینها رو اگه شما کامل بلد باشید به راحتی میتونید از پس تست های تحلیل صرفی بر بیاد. نکته مهم و طلایی منم همین بود که هر جا للمخاطب دیدید فوراً خط بزنید بدون هیچ بررسی دیگه اون گزینه. خیلی ممنون از وقتی گذاشتید. یا علی، خدا نگهدار.